دوباره رئال، دوباره مورینیو. آیا ژوزه ناجی مادریده؟ سلام به کانال خودتون. دقیقه 90 خیلی خوش اومدین. امروز همونطور که از عنوان ویدیو متوجه شدین می‌خوایم در مورد رئال مادرید 2026 با سرمربیگری ژوزه مورینیو صحبت بکنیم. این تیم چه تغییراتی داشته و از همه مهمتر دوباره میتونه به مسیر جام گرفتن بعد از چندین فصل و چندین سال ناکامی با مربیای بزرگ و با بازیکن‌های بزرگ برگرده. Now just to finish, do you know that what was the result? 3-0. 3-0. Do you know what this means? 3-0. But also mean 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, 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 man, respect. بعد از پایان فصل قبلی یعنی فصل 2025-2026 رئال همچنان در مقابل بارسلونا ناکام بود و یک فصل کاملا ناموفق رو تونست سپری بکنه و بعد از اینکه با آنجلوتی نتونستن جام بگیرن با ژابی آلونسو و بعد از ژابی آلونسو با آربلوها هم اتفاق خاصی نیفتاد و نتونستن عنوانی کسب بکنن. همین اتفاق باعث شد که فلورنتینو پرز تصمیم گرفت دوباره به فرمول همیشگی خودش رجوع بکنه، یعنی استفاده از مربیان موفق و البته سابق رئال مادرید. همون کاری که قبلا با زیدان 2 دفعه انجام داده بود، با آنجلوتی هم 2 بار در 2 مقطع مختلف این کار انجام داده بود و حالا این بار سراغ یکی از جذابترین اسم‌ها برای نیمکت رئال رفت، یعنی ژوزه مورینیو. ژوزه مورینیویی که همون فصل سرمربی بنفیکا شده بود، از نیم فصل دوم البته، و عملکرد خیلی خوبی رو واقعا باید بگیم تو لیگ پرتغال ثبت کرده بودن. ژوزه از موقعی که سرمربی بنفیکا شد تیم نباخت تا آخر فصل، ولی خب بازم نتونست قهرمانی رو به دست بیاره. در نهایت مذاکراتی که رئال با بنفیکا انجام داد مبلغ فسخ مورینیو رو دادن و ژوزه سرمربی رئال شد از تابستون امسال. سوال بزرگی که برای هوادارهای فوتبال و از همه مهمتر هوادارهای رئال مادرید به وجود اومده این که پرز دوباره با این تصمیم میتونه این بار هم موفق بشه، یعنی استفاده از یه گزینه قبلی که قبلا سرمربی رئال بوده و تونسته جام بگیره با این تیم، این بار هم جواب میده. خب اگه بخوایم منطقی نگاه بکنیم با آنجلوتی جواب داد. آنجلوتی با 2 نسل مختلف مادرید کار کرد و با هر 2 نسل موفق شد هم لالیگا بگیره، هم جام حذفی و هم بتونه چمپیونز لیگ بگیره. ولی با زیدان در دوره اولش یک دوره بسیار موفق اتفاق افتاد، ولی در دوره دومی که زیدان برگشت صرفاً به خاطر اسم رئال بود و حفظ هویت باشگاه بود. البته عملکرد بدی هم نداشت زیدان، ولی خب مشکلاتی که بین خود زیدان و پرز به وجود اومد همکاریشون ادامه پیدا نکرد و زیدان هم از تیم کنار رفت و میتونیم نتیجه بگیریم که دوران دوم زیدان دوره موفقی خیلی نبود، حداقل به موفقیت دوره اولی که داشت. ولی همونطور که اشاره کردم مهمترین سوال اینه که الان ژوزه دوباره اومده خب سرمربی رئال شده، این فرمول پرز جواب میده یا نه؟ بهتره بریم حالا اینجوری نگاه بکنیم به این قضیه که اصلا چرا فلورنتینو پرز این فرمول شخصی رو واسه خودش داره. هر فصلی که رئال ناکامه و نمیتونه نتیجه مد نظر هوادارا یا بهتره بگیم نتیجه مد نظر خود پرز رو به دست بیاره، پرز میره سراغ گزینه‌های قبلی، مربیایی که قبلا سابقه موفقیت و سابقه کار کردن توی رئال داشتن. سیاست پرز خب گره خورده به تقابل دیرینه‌ای که مقابل بارسلونا همیشه دارن. دوره اولی که مورینیو سرمربی رئال شد به خاطر سابقه تاریخی مورینیو توی بارسا و عملکردی که به عنوان سرمربی توی لیگ قهرمانان با پورتو ثبت کرده بود، پرز مورینیو رو انتخاب کرد برای اینکه جلوی بارسا رو بگیره. بارسایی که تازه اوج گرفته بود، با پپ گواردیولا یه ساختار نوین، یه فوتبال جدیدی رو درست کرده بودن و اگه شاید جلوی اون بارسا رو نمی گرفتن تا سالها
نمیتونستن موفقیتی کسب بکنن و شاید چیزی که امروز از رئال مادرید دیدیم، چمپیونز لیگ‌های مختلف و حتی قهرمانی توی لیگ داخلی، به وجود نمی اومد. به خاطر همین اون موقع در اون مقطع مورینیو با سبک فوتبال خاص خودش که از لقب خودش هم میاد، آقای خاص، انجام میداد، گزینه خیلی خوبی واسه رئال شد، هم از نظر روانی، هم از نظر شخصیتی، هم از نظر تاریخی. مثل فیلم بود واقعا. یعنی مورینیو در نقش یک ضد قهرمان برای بارسلونا البته اومد، تیمو تحویل گرفت و یه دوران عجیب غریب، اون ال کلاسیکوهای واقعا جذاب که واقعا مثل فیلم بود. یعنی یه دورانی بود که انگار هوادارهای فوتبال علاوه بر تماشای مسابقه داشتن فیلم نگاه می‌کردن، ولی یه فیلم مهیج و تریلر خیلی خفن. مورینیو اون دوره اومد و ساختاری رو ساخت توی مادرید که خیلیا حتی از سرسخت‌ترین طرفداران مادرید معتقدن که این تیمی که بعدها در دست آنجلوتی و زیر دست زیدان حتی موفق شد قهرمانی چمپیونز لیگ رو به دست بیاره، اون ساختار اصلیش، اون دی ان ای، اون ژن و اسکلت اصلی که یه تیم داره و اون روحیه جنگنده‌ای که تیم باید داشته باشه تا بتونه تو رقابت‌های بزرگی مثل چمپیونز لیگ دووم بیاره، مرحله‌های بالاتر بره و بتونه قهرمانی به دست بیاره، مدیون مورینیو. و مورینیو بود که با شخصیت خودش و با سبک و دیسیپلین کاری خاص خودش این رو توی رئال جا انداخت و تیم تونست که شخصیت خودش رو دوباره پیدا بکنه. فراموش نکنیم تا قبل از اینکه مورینیو هم سرمربی رئال بشه، رئال تقریبا داشت میرفت سمت اینکه تبدیل بشه به یک تیم شکست خورده، تیمی که سالها موفقیت خاصی به دست نیاورده. و این نکته خیلی مهمه. حالا این همه سال گذشته و دوباره رئال و مورینیو توی یه ایستگاه به همدیگه رسیدن، ولی مورینیوی سال 2010-11 و بعدش و مورینیوی 2026 همونن؟ قطعا نه. نتایجی که به دست آوردن نتایج خوبی بوده. رئال در طول سالها با مربیای مختلف، یا بیشتر بهتره بگیم با آنجلوتی، با زیدان، نتیجه خیلی خوبی به دست آورده و موفقیت داشته، ولی مورینیو از نظر کریر کاری خیلی نه. چرا میگیم خیلی نه؟ به خاطر اینکه مورینیو بدون جام نبوده، ولی پروژه هایی که مورینیو داشته سال به سال و فصل به فصل، اون چهره‌ای که ما از مورینیو میشناختیم و از همه مهمتر اون تیمایی که از مورینیو میشناختیم دیگه مثل سابق نبوده. مورینیو بعد از اینکه دوره اول کاریش توی مادرید تموم شد، دوباره به چلسی برگشت، جایی که اونجا هم یه ساختار خیلی خوب ساخته بود و سالها موفقیت‌های زیادی رو با چلسی تونست به دست بیاره. ولی بعد از کار توی چلسی که یه فصل تونست قهرمانی پریمیر لیگ هم برای این تیم بیاره، دوباره با آبراموویچ این بار به مشکل خورد، بعد به منچستر یونایتد رفت. بعد از منچستر یونایتد هم مدت‌های دوران کاری عجیب که تا بعد از دوران کرونا ادامه پیدا کرد، ژوزه بیکار بود و بعد از همه اینا دوباره برگشت، این بار با تاتنهام هم می‌شناسیم، یه باشگاهیه که ساختار خیلی درستی اونجا وجود نداره، پول خیلی عامل مهمیه، باشگاه پولداریه واقعا تاتنهام، ولی ژوزه هم تونست یه نتایج نسبتاً خوبی اونجا بگیره، چند تا برد خوب آورد، تیم رو حتی تا فینال جام حذفی انگلیس هم آورد، ولی اونجا دوباره با مالک باشگاه یعنی دنیل لوی اونجا هم به مشکل خورد و کارش توی تاتنهام هم تمام شد. بعد از تاتنهام رفت به روم و توی فوتبال ایتالیا، جایی که مورینیوی معروف و همه میشناختیم، اون اینتر جذاب، اون اینتر جنگنده‌ای که داشت، همه انتظار داشتیم که با روم دیگه بالاخره این اتفاق بیفته. مورینیو بعد سالها برگشته جایی که خاطرات خوبی داره، ایتالیا رو میشناسه و فوتبال فعلی ایتالیا هم هنوز پتانسیل کاری که مورینیو انجام میده و سبک کاری مورینیو رو میپذیره. یعنی همه انتظار داشتن که کار مورینیو دوباره توی ایتالیا یه جرقه‌ای بخوره و دوباره بتونه این تیمه و این مربی دوباره بتونه جون بگیره. این اتفاق هم افتاد، یعنی تیم خوبی توی روم ساخت و توی سری آ درسته نتونستن قهرمانی به دست بیارن، ولی پیروزی‌های خوبی داشتن. یه تیم قرص و محکم و همونجوری که از مورینیو انتظار داریم بود.
و بعد از همه اینا حتی تونستن توی لیگ اروپا که یه رقابت اروپایی به حساب می اومدم عملکرد خوبی داشته باشه. ژوزه مورینیو با روم تا فینال لیگ اروپا اومدن و سال قبلش البته بهتره بگیم که توی لیگ کنفرانس تونستن تا فینال اون رقابت هم بیان بالا و برای اولین بار تیم آیس روم با مورینیو بود که قهرمانی اروپایی رسید. درسته سطح لیگ کنفرانس خیلی لیگ بالایی نیست، ولی خب برای تیمی مثل روم که اصلا افتخار اروپایی نداشت تا اون موقع و بعد از چندین دهه تونستن جام بیارن، اونم یه جام بین‌المللی خارج از ایتالیا، اتفاق خیلی خوبی بود. اینجا همون نقطه‌ای بود که همه میگفتن خب مورینیو برگشته و میتونه در فصل‌های جلوتر با روم هم بتونه نتیجه بگیره. ولی ظاهراً چیزی که به عنوان سندروم فصل سوم از مورینیو میشناسیم اتفاق میفته همیشه. یعنی تو منچستر یونایتد هم دوران نسبتاً خوبی داشت، لیگ اروپا با این تیم گرفته بود، ولی فصل سوم همه چیز در هم میشکنه و افتضاح میشه. همین اتفاق توی روم هم افتاد. فصل سوم مورینیو اصلاً نه شروع خوبی داشت و نه پایان خوبی، در نهایت هم به اخراج مورینیو انجام شد و باعث شد که مورینیو اخراج بشه و دنیل دروسی بعداً اومد و روم رو هدایتش رو به عهده گرفت. مورینیو بعد از اون هم دوباره منتقل شد به تیم فنرباغچه، سه از لیگ ترکیه داره بود، جایی که غریب بود برای کسی مثل مورینیو و خیلی ها دیگه اونجا بعد از انتقال مورینیو به فنرباغچه گفتن که آقا تموم کار این آدم. خودش هم قبول کرده که از سطح اول خارج شده. تو فنرباغچه هم تیم بدی نداشت، اسکواد خوبی داشت تیم، ولی اونجا واقعا در حد رقابت نبودن. درسته گالاتاسارای همیشه تیم قوی‌تریه توی ترکیه، فنرباغچه تیم شناخته شده‌ای هست، ولی با مورینیو حداقل نتونستن اون انتظارات رو به دست بیارن. تیمی که قبل از مورینیو تو لیگ ترکیه هم نتایج خوبی گرفته بود، فکر می‌کنم 100 امتیاز 99 امتیاز گرفته بودن توی لیگ ترکیه، ولی با مورینیو همچین اتفاقی اصلا نیفتاد تا کار به بنفیکا رسید. مورینیو اومد به بنفیکا و عملکردی که در ابتدای ویدیو گفتم، مورینیو تونست رقم بزنه. یه نیم فصل بدون شکست، 0 باخت برای مورینیو، گل زده خوب و پیروزی‌های متوالی که با بنفیکا داشت و یه ثبات و ساختار خیلی خوبی توی بنفیکا پیاده کرد. ولی بازم اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی قهرمانی نتونستن بیارن. اما چرا؟ حالا به این مسیر اشاره کردیم که دلیلش بهتره بگم به این خاطره که مورینیو به خاطر همین مسیری که تعریف کردیم رکورددار بیشترین اخراج از تیم‌ها و از همه مهمتر رکورددار بیشترین درآمدیه که به واسطه اخراج از تیم‌ها به دست آورده. یعنی قرارداد داشته با اون تیم‌ها و مجبور شدن تیم‌ها برای که باهاش قطع همکاری بکنن مبلغ فسخ قراردادش رو بدن. این یه طبیعتاً عامل منفیه برای مربی مثل مورینیو. ولی با همه این تفاصیل دوباره پرز به خاطر سیاست کاری قبلی خودش و مورینیو هم به خاطر این عملکردی که توی این فاصله از دوره اولش توی رئال تا دوباره رسیدن به نیمکت رئال داشته، اینا همه دست به دست هم داده تا دوباره انتخاب بشه و از این فصل و از همین تابستون دوباره بتونه روی نیمکت رئال بشینه. در مورد خود فلورنتینو پرز هم بخوایم صحبت بکنیم که اصلا چرا این وضعیت امروز افتاده و چرا دوباره رفته سراغ کار کردن با ژوزه مورینیو، مربی که چند فصل قبل، اگه اشتباه نکنم 2 فصل قبل، بعد از اینکه آنجلوتی رسما دیگه اعلام شده بود که می‌خواست از باشگاه بره، اکثر رسانه‌ها میگفتن خب ژاوی آلونسو گزینه مد نظر تیم، مربی که با لورکوزن توی آلمان قهرمان شده، مربی آینده‌داریه، فوتبال خوبی داره. ولی یه سری شایعاتی هم مطرح شد که آقا مورینیو هم میتونه جزو یکی از گزینه ها باشه و اونجا بود که پرز رد کرد. یعنی من یادمه دقیقا پرز اونجا رد کرد این گزینه رو و گفت که نه، با مورینیو مثلا کاری ندارم. مورینیو درست احترام براش قائلم و دوران خوبی داشته، ولی مورینیو رو رد کرد.
اما امسال بدون هیچ تردیدی تقریبا همه دیگه مطمئن بودن، حتی قبل از پایان فصل قبلی همه میدونستن که مورینیو نیمکت آینده رئال و تابستون آینده رئال رو قرار پرز به مورینیو بده. چرا فلورنتینو پرز این کار رو انجام داده؟ بهتره بگیم سوای از رقابتی که با بارسلونا داره، ایگوی شخصی فلورنتینو پرز از نظر شخصیتی که داره دیگه معروفه به این که یه حالت دیکتاتورگونه‌ای داره و میخواد رئال کاملا یه تیم مسلط به فوتبال اسپانیا باشه، نه تنها به فوتبال اسپانیا بلکه حتی توی چمپیونز لیگ. و این مسئله توی جامعه هواداری مادرید هم نفوذ کرده و جام نگرفتن توی چند فصل گذشته. اینجا پاشنه آشیل فلورنتینو پرز شده، یعنی جامعه هواداری که انتظارات رو از خود این آدم گرفتن و گفتن که آره تیم ما هم 3 تا چمپیونز لیگ پشت سر هم با زیدان زده، با آنجلوتی هم 2 بار قهرمان چمپیونز لیگ شده و توی شاید 10 فصل گذشته 5 بار شما قهرمان شدیم. پس باید این روند ادامه داشته باشه، برند باشگاه برند قویه، بازیکن‌های خوب باید بیان، همونطوری که امباپه اومده که داستان اومدن امباپه هم یه مسیر خیلی طول و درازی بود و امباپه راحت به این باشگاه نیومد. ولی خب هوادارا این انتظار رو دارن تا جایی که فشار هوادارا به قدری زیاد شد که فلورنتینو پرز تا دم رفتن از باشگاه و برکنار شدن از سمت مدیریت باشگاه هم رفت. تابستون امسال با وجود این که همه میدونستن مورینیو نیمکت آینده تیمو داره و پرز اصلا انتخابش کرده، پرز حتی با چند تا بازیکن صحبت کرده بود که بیان به تیم رئال، ولی فشار هواداران باعث شد که انتخابات مدیریت باشگاه زود هنگام برگزار بشه و نامزد جدیدی که در انتخابات باشگاه رئال شرکت کرد، انریکه ریکلمه، رقیب فلورنتینو پرز شد. انتخاباتی که حاشیه کم نداشت و فلورنتینو پرز با قاطعیت تقریبا برد انتخابات رو، ولی 35% رأیی که هواداران باشگاه به انریکه ریکلمه دادن یه خورده میتونیم به عنوان یه زنگ خطر در نظر بگیریم. انریکه ریکلمه یه بیزینسمن بود و وعده‌های خیلی عجیب غریبی برای نیمکت رئال میداد، جوری که اصلا همه میگفتن بابا بی خیال واقعا. از آوردن رودری و هالند و مایکل اولیسه و مربیای تاپ که بعدا مشخص شد مربی مد نظرش هم یورگن کلوپ بوده، خیلی همه میگفتن که واقعا یه چیزی میزنه این آدم. ولی همین که باعث شد این آدم با این وعده 35% از رأی رو بیاره داخل باشگاه و 65% هم که فلورنتینو پرز آورد، یه زنگ خطری در نظر گرفتن که آقا اگر دوباره این روند تکرار بشه، رئال ممکنه دوباره وارد این لوپ انتخابات تکراری بشه و چه بسا از دل یکی از همین انتخابات ها یه گزینه مثل ریکلمه یا حتی بدتر از این آدم بیاد بالا و اون موقع دیگه سرنوشت رئال واقعا مشخص نیست که چه اتفاقی واسش میافته. خود فلورنتینو پرز هم توی وعده‌های انتخاباتی زود هنگامی که به وجود اومده بود وعده کم نداد، از آوردن مایکل اولیسه که رسانه‌ها البته میگفتن، ولی خب خود پرز اومد وعده بازیکنی در حد کریس رونالدو داد، بازیکنی که بیاد گیم چنجر باشه، بازیکن تاپ اروپا باشه و همین باعث شد که رسانه‌ها گفتن دیگه یا هری کین میخواد بیاره که البته جاش نیست توی خط حمله باشگاه با وجود امباپه با وجود وینیسیوس، ولی خیلی گفتن که میخواد بره سراغ مایکل اولیسه که آخرش هم دیامونده رو آورد برای باشگاه رئال و یه سری بازیکنان که آزاد جذب کرد، برناردو سیلوا، ابراهیما کناته و دنزل دامفریز که فسخش رو هم به باشگاه اینتر داد و آوردش به رئال مادرید. اینا پنجره نقل و انتقالاتی بود که پرز تونست رضایت هوادارا رو تا حدودی، چرا میگم تا حدودی، به واسطه اتفاقاتی که واسه نقل و انتقالات رودری افتاد و هایجکی که رئال خورد توی این انتقال و به بارسلونا رفت، یه خورده اون ریت نقل و انتقالات رئال رو هم پایین آورد
و همین مسئله باعث شد که خیلی گفتن که خب اوکی بازیکن‌های خوبی آوردی ولی به خاطر همین یه دونه نمیتونیم نمره خیلی بالا و اون دمت گرم نهایی رو بهت بدیم. مسئله اصلی هم اینه که فلورنتینو پرز میخواد توی این باشگاه بمونه. خیلی حالا با این مسئله مشکل دارن، خیلی هم میگن که هنوز این آدم تاپ ترین مدل مربی و مدیریتیه که باشگاه به خودش دیده و این آدم یه مدیریه که میتونه هنوز رئال رو رهبری بکنه و تیم رو ببره جلو. اما حالا برسیم به این مسئله که پرز مورینیو رو در دوره اولش برای مهار کردن بارسلونا آورد. الان هم که بارسلونا داره دوباره برمیگرده و میشه بگیم که برگشته به سطح اول و تیم‌های الیتی که میتونن برای بیشترین جام‌ها و بهترین جام‌های فصل رقابت بکنن، مورینیو رو دوباره آورده. ولی فقط این دلیل نیست برای برگشتن مورینیو رو آورده برای اینکه بتونه با توجه به دیسیپلین و کاریزمایی که از مورینیو هنوز ما هم حتی سراغ داریم بتونه رختکن رئال رو کنترل بکنه. ولی مهمترین مسئله واقعا همینه، شاید خیلی 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 مهمتر از بارسا. مورینیو میتونه رختکن رئال رو کنترل بکنه یا نه؟ رختکن رئال بازیکن‌های بزرگی همیشه داشته و داره، حتی در دوره اول خود مورینیو. ولی یه مسئله‌ای که بخوایم بهش اشاره بکنیم که شاید بزرگترین چالش و مشکل مورینیو تو دوره دوم کاریش تو رئال باشه اینه که بازیکنایی که دوره اول مورینیو باهاشون کار کرده واقعا بازیکنایی نیستن که الان بخواد باهاشون کار بکنه. شاید از نظر کیفیت بازیکنان بهتری الان توی رئال باشن، امباپه، جود بلینگهام، وینیسیوس، ولی واقعا سیستمی که بازیکن‌های الان دارن، سیستم اخلاقی، سیستم رفتاری، سیستم حتی سبک بازی که دارن، کنترل کردنشون سخته. یعنی ما می‌بینیم توی تورنمنتی مثل جام جهانی توماس توخل سرمربی انگلیس میاد بازیکنایی رو دعوت میکنه که راحت‌تر بتونه باهاشون کار بکنه، راحت‌تر بتونه کنترلشون بکنه. خب حالا اون تیم ملیه و آپشن داره، یعنی مربی میتونه یه سری بازیکن‌ها رو داشته باشه دعوت کنه و یه سری‌ها رو دعوت نکنه. ولی تیمی مثل رئال در حالی که یه مدیری با شخصیت و رفتار خاص فلورنتینو پرز بالا سرشه که نمیتونه به راحتی مورینیو بازیکنی رو کنار بذاره، این چالش رو دوچندان میکنه که آیا رختکن میتونه این مربی کنترل بکنه یا نه. چالشی که اگه ما بخوایم اینجا بررسیش بکنیم با همه این تفاصیل بخوایم بهش بپردازیم، به نظر من نه، مورینیو شاید بتونه رختکن رئال رو تا حدودی کنترل بکنه، ولی این کنترل به مو بنده و کافیه یه بازی فقط اتفاق خوبی واسه رئال نیفته، گل دیرهنگام، گل نمیدونم بعد موقع یا بعد شکلی تیم بخوره، اشتباهی از یه بازیکن سر بزنه و فشار رسانه‌ای روی بازیکن بیاد، مثل اتفاقی که توی الکلاسیکوی ژابی آلونسو افتاد زمانی که ژابی آلونسو سرمربی رئال بود و وینیسیوس رو فقط یه تعویض کرد و وینیسیوس اون رفتارا رو داشت. البته که وینیسیوس نمیتونه با مربی مثل مورینیو این کارو بکنه، ولی ژابی آلونسو هم نتونست رختکن رو کنترل بکنه و همین باعث شد که نیمکت رئال رو خیلی زود و در کمتر از حتی یه نیم فصل کامل از دست بده. مورینیو شاید بتونه بهتر از ژابی آلونسو کار بکنه، قطعا انتظار زیادی از این مسئله میره، ولی در نهایت این که بتونه رئال رو به مسیر اصلی برگردونه و بتونه دوباره تیم قدرتمندی بسازه مثل دوره اولش که با 100 امتیاز و 121 گل زده قهرمان لالیگا شد، من بعید میدونم این اتفاق بیفته. به خاطر همین بخوام کلی و جمع‌بندی بگم، به نظر من مورینیو تا حدودی نسبت به فصول اخیر، نسبت به حتی اواخر دوران کاری کارلو آنجلوتی و قطعاً بهتر از مربیای مثل آربلوا، ژابی آلونسو و زیدان دوره دوم، حتی لوپتگی که خیلی معلوم نبود اصلا
کی اومد و کی رفت، مورینیو قطعا میتونه دیسیپلین بهتر و عملکرد بهتری توی این زمینه داشته باشه. ولی اینکه آیا کافیه، آیا میتونه تیم رو به ریل رقابت برگردونه، بعید میدونم و فکر نکنم. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. حرف دیگه باقی نمیمونه. خواهش میکنم و حتما و لطفا که کامنت بذارین، با هم دیگه گپ بزنیم و بگید که مورینیو میتونه دوباره رئال رو به ریل موفقیت و ریل جام گرفتن برگردونه، یا حداقل میتونه یه ساختار جدید دیگه‌ای توی باشگاه بسازه که دوباره رئال بتونه با استفاده از اون سالهای آینده موفق و موفق‌تر باشه یا نه. لطفاً هم کانال رو سابسکرایب کنید و کامنت یادتون نره. حرف دیگه باقی نمیمونه تا ویدیوی بعدی که خیلی زود توی کانال میاد. فعلا خداحافظ.